السلام علیکم هموطنان زنده سلامت و خانواده سربلند باشید. اگر با یگان سوال‌های دیگر داشته باشید در کامنتری نویسید. من که وقتم شد به شما وقت جدا کرده به سوالاتون جواب میدم. لیکن من حال این روزها در چی هستم؟ کورس یک جو تعلیم میگیرم. به شما میگم که من دائم در طلب علم هستم. کورس درس میخوانم، تعلیم میگیرم، در چی میگن؟ پیشروی علم و معرفت میباشم. برای اگر سوال‌های داشته باشید پس سوال‌ها رو در چیز کامنتری نویسید. من به شما به سوالاتون جواب میدم. چون در کامنتری بعضی سوال‌های هست که فهموندن در کدام سوال‌های با جمله کوتاه فهموندن جواب دادن نمیشه. همین گونه نمیتونه عزیز. برای یگان سوال که داشته باشه مرحمت دیگه من به شما جواب میدم. با معنی چون سوال‌های درباره قرآن اگر داشته باشه که از قرآن یگان آیات‌ها رو برای شما فهموندن یا که درباره حدیث‌های پیغمبر مثلا در کدام موضوع نویسید من به شما ویدیو نوار ثبت کرده میگذارم. یا درباره تربیت فرزند، درباره مهری چی میگن پدر مادر و فرزند، مهری فرزندان با پدر مادر، درباره احترام والدین پدر مادر، در بابت چگونه بودن با دشمنی ظاهری باطنی کسی که خواهد و کنی سوال داره که میخوایم من نوار کرده میگذارم با خواهش شما هموطنان عزیز که تماشابین شود، نه اینکه ویدیو ثبت کرده مانم نوار ثبت کرده کنم یکی ویدیو ثبت کرده مانم از 10 15 20 انسان زیاد نشود. من میخوام که تماشابینان من زیاد باشن که برای چی؟ برای اینکه وقتی که تماشابین زیاد باشد که همون بلاگرم همون نوارگیرم حتما میشود که ویدیو یکی نوار ثبت کرده بذاره. تماشابین می نباشد نمیکنند. نه برای چی؟ یک تاش دویمش که قدردانی میبینه که قدردانی نیست و به نظر نمیگیرند و نمیکنیم ما من ویدیو ثبت میکنم که با شما معقول باشه تماشا کنین و مثل که با در آینده به من سوال تید اینجا با فکرم سوال ها هسته نیسته دیگه سوال نیست. سوال‌های من نوشتم در ورقچه‌های میده خیلی ورق شده می نویسم و برای شما اولی ورقی توضیح است می نویسم در چی هم میگیرم با همراهی هم که برای که در خانه نمی شود در هوای تازه در طبیعت در جای آروم برای شما و سوالاتون جواب انشاءالله که میدهم. خب یک التماس فعال باشین. برای چی میگه؟ برای چی فعال باشین؟ برای که ما تاجیکا بسیار فعال هستیم، بسیار با مانند خلق ما ملت ما و شما سیر اسرار تاجیکا به شما بگم. سری تاجیکا ما چیکار هستیم؟ ما همه طرف همه کاره هم مهارت زوری زور اگر خواهیم کو ما به دست میبریم. ما تاجیکا گنده ملتی وای هستیم که تاریخ کهنه داریم و بسیار گینمون با قوت هستیم. بله برای همین من این ببینید من حاضرم در تعلیم علم باشم، علم کورس خوانده ایستادم. شما اینجوری کوشش کنید که گین شما گین محتاج همون گین تاجیکی بسیار بقات است. در کجا که در کدام کاری که مشغول نباشید با یگان کورس روید، با یگان کورس تعلیمی روید. مثل خواهران دوزندگی پزندگی مثل که مشغول شد پسرها با همون کسبایی که موافق شما هست مثل روید تعلیم گیرید. نگید مفتی رسیه که تاجیکو چیکاری که نمیکنید روزانه شب آماده یگان کتاب گرفته خوانید شاید در بین شما یک کیمیایی باشد، علم کیمیا، علم ریاضیات، علم تیپ در بین شما شاید که باشد پیدا می شود از خواندن و از پیش رفتن. ما کتاب رو صحیفه نزنیم، کتابی رو نخوانیم، معلوماتی رو نگیریم، کورسی رو تعلیم نگیریم، نآموزیم، از کجا پا پیش میریم؟ به همین با پیش گفتن قطعی و سخن قطعی پیش رفتن نمیشد. نه با حال گفتن دهان شیرین نمیشد. همین برای ما باید تعلیم گیریم، خوانیم، آموزیم و علم و هنر رو از خود کنیم. تاجیکو ما به قوتیم با آن شرطی که حرکت کنیم و پیش رویم. در همتی من گفتن که حیات مثل عروبه است، میکشی و پیش میرود. همین علم و هنر هم اون است. حرکت میکنید، میروید، میگیرید و علم رو میگیرید و زندگی پیش خواهد رفت. ببینید اولین آیاتی که در آیات قرآن و پیغمبر ما نازل شد چی امر کرد؟ بخوان معناش چی است؟ بخوان، بفهم، درک کن، از خود کن، بیاموز، علم رو گیر. میگه که دانش طلب و بزرگی آموز تا به شود روزد از روز. انیسی کنجی تنهایی کتاب است، فروغ سپیدانه کتاب است. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. خب دانشمندان رو قدردانی کنید، بی‌قدری نکنید. ما رو کسانی که به شما یک
سخنی خوب رو میگیم، یک آیت قرآن رو به شما میرسونیم، حدیث رو به شما میرسونیم، یک مثل که سخنی پند و حکمت رو به شما میرسونیم، ما رو قدردانی کنید. کسانی که در شبکه‌های اجتماعی برآمد میکنند قدردانی کنید. و خصوص من را اینجوری قدردانی کنید، به قدری نکنید یگان انسانی که سخنی نیک میگوید. خب، مینت دارم از شما.